سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز نوار ما سوال و جواب می باشد از یک کانال ولوگ تجیج که به من 10 سوال پیشنهاد شد. خواستم به سوال های آن کس جواب گردانم. یکمی سوال: معلومات درباره خودتان. من 27 ساله، عائله دار، شوهری مهربان دارم. صاحب 2 پسر هستم الحمدلله. این حال در شهر مسکو زندگی میکنیم. دوم سوال: در دل یگان کس آزار داده بعداً پشیمان شدگی هستین؟ نه، در دل یگان کس آزار دادگی نیستم، چون که این دنیا ارزش غم و درد و بدی رو ندارد. سوم سوال: دوست داشته عائله دار شدگی هستید؟ نه، با راضی پدر و مادر خود عائله دار شدگی هستیم. چهارم سوال: یکمین واقعی شما با شوهرتان. یکمین واقعی من با شوهرم در خانه پدرم می باشد. پدری مادری شوهرم بعدی راضی شدنشان خواستم که ما یکدیگر رو با یکدیگر بخوریم، بعداً عائله برپا نماییم. پنجم سوال: در مسکو زندگی کردن آسان تر است یا در تاجیکستان؟ در مسکو زندگی کردن آسان تر است نسبت به تاجیکستان، لیک غریبی هم به خود غم و درد خود را دارد، دوری از پدر و مادر. ششم سوال: کدام کانال ها را بسیارتر تماشا میکنید؟ همه کانال های تاجیکان را تماشا میکنم و دستگیری میکنم، همشان به من پسندند. هفتم سوال: بعد عائله دار شدن خاراکترتان یعنی خصلتتان دیگر شد یا نه؟ ها، البته خصلت من دیگر شد. هشتم سوال: کتاب میخوانید و آخران کتابی خوانده شما؟ ها، کتاب میخوانم، کتاب قرآن میخوانم، به نزدیکی ختم کردم، باز اینو سرکردگی هستم. نهم سوال: از نزدیکان خود آزار دیده اید؟ بله، آزار دیدم، اما به خاطر الله آنها را بخشیدم. دهم سوال: آن کس کیست؟ بخشش زیاد که آن کس را که بودنشان را گفته نمیتونم. این بود 10 سوال از کانال ولوگ تاجیچکا به من هم خواستم 10 سوال کم با ولوگ تاجیچکا. یکم سوال: معلومات درباره خودتان، خود را شناس کنید. دوم سوال: در حیات کی را بد میبینید؟ سوم سوال: عشق از نگاه شما چیست؟ چهارم سوال: از تقدیرتان راضیین؟ پنجم سوال: آرزوی شما در زندگی؟ ششم سوال: خصلتی بدی شما چیست؟ هفتم سوال: اگر شوهرتان دیگر زن گیرند شما چیکار میکنید؟ هشتم سوال: روزی فراموش نشونده شما؟ نهم سوال: خود را در آینده در ولوگ هایتان نشان دادن میخواهید یا نه؟ دهم سوال: در حیات چی را پیدا کردید و چی را از دست دادید؟ این بود سوال های من با ولوگ تاجیچکا. سلکه ولوگ تاجیچکا را در زیر کامنتاری ذکر پید میکنم. به سوال های خود در آنجا جواب میگیریم انشاءالله. رحمت که تا آخر با ما بودید دوستان. لایک موندن، دستگیری کردن را فراموش نکنید دوستان. چه سوال هایی دارید در زیر کامنتاری نویسین، انشاءالله به سوال هایتان جواب میگیریم. باقی در امان الله باشین.
خداوند یار و مددگارتان باشد.